توی سرزمین فیجی یا فیجی دو تا درخت بود که این دوتا نماد شگفتی‌های جهان بود برای کشاورزی اون منطقه، به این خاطر که یکیشون درخت بلوط بود و اون یک درخت زیسفون، اما هر دو اینا از یک کنده رشد کرده بود. داستان پیدایش این درخت‌ها هم خیلی جالبه. میگن که ژوپیتر وقتی که از تفریحات عادیش خسته میشد میومد به زمین که سیر و سیاحت بکنه در قالب انسان، و توی این سفرها هرمس هم باهاش همراه بود. یه بار که اومده بودن به همین سرزمین فریجی، بعد از اینکه حسابی گشتن و خواستن استراحت کنن، دیدن که هیچ کدوم از اهالی اون منطقه حاضر نیست از اینها پذیرایی بکنه و اینها رو به خونه خودش راه بده. رفتن تا رسیدن به یک کلبه‌ای که توی اون کلبه پیرمرد و پیرزنی زندگی می‌کردن به نام بوسیس و فیلمون. پیرمرد و پیرزن خدایان به خونه خودشون راه دادن بدون اینکه بدونن اینا خدا هستن. ازشون پذیرایی کردن، ولی دیدن هر چی از این غذاها این مهمونا میخورن غذاها تموم نمیشن. واسه همین ترسیدن، شروع کردن به دعا خوندن و اینجا بود که ژوپیتر گفت نترسین، شما میزبان خدایان بودین و من میخوام بهتون پاداش بدم، بریم بیرون. وقتی که رفتن بیرون دیدن دور و برشون دیگه هیچ خونه دیگه ای نیست، فقط آبه و کلبهشون هم تبدیل شده به یه قصر بزرگ با ستونهای زیاد و سقف طلایی. ژوپیتر گفت شما آدمای مهربونی هستین و هر آرزویی که داشته باشین بگین که من برآورده کنم. پیرمرد و پیرزن گفتن که ما سالهای زیادی با هم دیگه زندگی کردیم و همدیگه هم خیلی دوست داریم، میخوام که با هم دیگه بمیریم. خدایان هم قبول کردن. پیرمرد و پیرزن سالها کنار هم زندگی کردن تا اینکه یه روز وقتی که داشتن با هم دیگه حرف میزدن و از خاطرات قدیم میگفتن، دیدن از توی بدنشون داره شاخه‌های درخت میزنه بیرون. اینجا بود که فهمیدن دیگه فرصت زندگی براشون به پایان رسیده. پس از همدیگه خداحافظی کردن و تبدیل شدن به درخت‌هایی که برای همیشه در کنار همدیگه موندن.